در چند روز دیدیم که اینترنت چقدر اهمیت زیاد داره و نبودش کاملا زندگی را مختل میسازه. در ویدیو براتون چند راه حل معرفی میکنم که آخرش فوق العاده است. امروز در صفحات مجازی میبینیم که هر کی یک یا دو برنامه را معرفی میکنه شما میتونید از طریق قضیه در افغانستان تماس بگیرید که کاملا اشتباه است. پس بیاین که برایتون راههای ارتباطی را توضیح بدم. اگر اینترنت یا مخابرات به طور کامل قطع باشه ما میتونیم از راههای زیل تماس برقرار کنیم. اول ماهواره که میتونیم این دستگاه را با یک سیم کارت ماهواره خریداری و استفاده بکنیم. دوم ارتباط از طریق کشورهای همسایه. اگر یادتون باشه قبلا مردم پاکستان میرفتن و از آنجا تماس میگرفتن. سوم روش های سنتی مثال ارسال نامه دست دوستان یا خدمات پست رسانی. و آخرین و بهترین راه حل استفاده از استارلینک است. اگر دوست یا یکی از اعضای فامیلتون در خارج از کشور است که میتونه برای شما یک دستگاه استارلینک خریداری و بفرسته و سادگی نصب و قابل استفاده می باشه. بهتر به دوستت بفرست خیلی نگران بوده.